وزارت خارجه قطر اعلام کرد که نمایندگان پاکستان و طالبان سرانجام پس از مذاکرات فشرده بر سر توقف درگیری‌ها به توافق رسیدند. به گفته این وزارتخانه، دو کشور تصمیم گرفتند نشست‌های برای پیگیری و تضمین پایداری این آتش‌بس برگزار کنند. دوحه ابراز امیدواری کرده است که این توافق به کاهش تنش‌ها در مرزهای دو کشور و ایجاد پایه محکم برای صلح پایدار در منطقه منجر شود. پیشتر نیز حکومت طالبان تایید کرد که هیئت بر ریاست محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع برای حضور در مذاکرات دوحه به قطر سفر کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده بود این سفر در چارچوب گفتگوهای برنامه‌ریزی شده با پاکستان با میانجیگری قطر انجام می شود. و گفته وی این توافق شامل تعهد دو کشور به صلح، احترام متقابل و روابط نیک همسایگی است.